سلام به همه دوستان عزیزم. به دومین ویدیوی ما خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر موقع از روز هست حالتون خوب باشه. ما این برنامه رو بیشتر برای صبحگاه آماده کردیم چون میخوایم در مورد نیایش و شکرگزاری در صبح صحبت کنیم. امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون بیاد. خدایا، ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز می کنم. حضوری که آشکار است در درختان و در برگهایشان و انوار نورانی خورشید، در نوای زیبای پرندگان، در هوای دلنواز پاییزی، در نعمتهای بیکرانت و در لحظه لحظه های زندگیم. خدایا، از تو سپاسگزارم برای یک صبح زیبای دیگر با ترنم دلنشین پرندگانت. شکر برای یک روز زیبای دیگر. تشکر برای سلامتی جسم و جانم. شکر و هزاران شکر برای وجود ارزشمند عزیزانم. سپاس می‌گویم خدای خوبم که زندگیم خوب است. سازم کوک و صبحم قشنگ و آرام است. قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق و یک دنیا دوست با دنیایی از مهر. همین دوستانی را که دلشان دریا و مهرشان پاینده است. دلم میخواهد بدانم که دوستانمان خدایی دارم که خوشبختی یعنی همین، به همین سادگی. خدایا، خودت نگهدار دوستانم باش. در هر ثانیه‌ای که می‌گذرد بیشمار نعمت بر من ارزانی می‌کند. تنفس، دم و بازدم، دیدن، شنیدن، لمس کردن، نبض زدن‌ها، پلک زدن‌ها، فکر کردن‌ها، نعمت‌های بیشماری که از شمردن آنها ناتوانم و من چقدر بی‌تفاوت می‌گذرم و از داشته هایم سپاسگزار نیستم و دائم شکایت میکنم. خدایا، برای ناشکری ها، کم طاقتی هایم، برای فراموشکاری و بی‌توجهی هایم مرا ببخش. خدایا، به دل نگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز می ایستد و کم می آورد در برابر بزرگیت، ای مهربان ترین مهربان ها. بهترین ها رو برای ما مقدر فرما. خدایا، از خیمه‌گاه رحمت بیرونمان نکن. از آستان مهرت ناامیدمان مساز. آرزوها و انتظارها میان را به هرمان مکشان. از درگاه خویشت ما را مران. ای خدای مهربان، ای خدای خوب من. چگونه ناامید بشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه دستی بگیرم، چگونه خاری پذیرم که تو تکیه‌گاه منی؟ ای آن که با کمال زیبایی و نورانیتت آنچنان تجلی کرده ایم که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده. هرگز نگاهت را از ما مگیر. ای خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از اعماق جانم ندایی و هرچه حائل است بر من پدید آوری و خودت هرچه مرا میدانی بسد. همه آنچه از منیت و نواقصم است را از من بگیر و ببخشای و بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت بستای. همیشه که بخشنده‌ای مرا رها مساز از بند هرچه غیر توست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب. الهی، خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جویم و جز تو که را خوایم که همه تویی، جز تو همه هیچ. خداوندا، لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی و
ویرانی دنیاست. خدای من، نمیدونم گاهی کجای دنیا گیر میکنم که هیاهوی بازار و خستگی هایم در وسوسه های نسیم نمیدونم، اما گاهی تو رو گم میکنم. مثل کودکی که در بازار دستان پرمهر مادرش رو رها کرده و به تماشای عروسکی مشغول است. بعد میبیند مادرش نیست. هیچ عروسکی او را خوشحال نمی کند. به کودکیم نگر. هرچند خودم تو رو گم میکنم، اما تو باز پیدایم میکنی. خدایا، به تو پناه میبرم از این که در آراستان صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا، سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران. شرم دارم از این که محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا، تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم، بعد دیگران. خدای عزیزم، نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاجیم. برکت نگاهت زاد در نگاهمان بریز تا هر کجا که می‌نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا، دستانمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم. نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا یادمان باشد که باید به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و عشق به انسان. خدایا، تو رهایم نکن. تو را غریب دیدم و غریبانه غریب شدم. تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم. تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم. تو را گرم دیدم، در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم. تو مرا چه دیدی که انقدر وفادار ماندی؟ نه آنقدر پاکم که کمک کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی. و میان این دو گم شدم و هم خود را و هم تو را آزار میدم. شاید نتوانم آنی باشم که تو خواستی، اما هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی. گاهی حجم دنیای درونم از وجودت تهی می شود. آن وقت من میمانم و تنهایی و ترسا، دردها و امیدهایم. یک آرزوی دور از دسترس، تنها نور وجود توست که دلم را آرام نگه می دارد. خدایا، خودت خوب می دانی در ثانیه‌های ناامیدیم پایم از حرکت می ایستد. دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می‌زند ناامید نخواهم شد. میدانم که همین رازها مثل همیشه نگاه مهربانت رو مرهم خستگی هایم شد. مهربان من، میدانم که تو فراموش نکرده ای و همین روزها باز هم تو را مرا مبهوت نشانه هایت میکنی. نشانه هایی که آرام میکنن دلم را. خدایا، من صدایت میکنم، چرا که جز خودت هیچ کس را گره‌گشای مشکلات نمیدانم. من تو را دارم، دلی که یقین دارد به بودنت، یقینی که آرامم میکند. یقین دارم خدایم مرا رها نخواهد کرد. ای خدای خوبم، من بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبوری با تمام سختی هایش یک ایمان است. در نهایت حلاوت شیرین دارد و خویشتن‌داری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تغییر است، نه شکست، و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. فهمیدم جز تو نمیتوانم امید داشت و جز به عشق تو نمیتوان زندگی کرد. دریافتیم که همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود. ای دوست من، در صبح زیبا یادت می کنم تا همه لحظه هایم روز باشد و همه روزهایت به زیبایی این تابلو. امروز از خداوند متشکرم. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. امیدوارم که همه صبحاتون، همه روزها، همه شبهاتون به زیبایی این نیایش باشه
و دلتون آروم باشه. خیلی خوشحال میشم که لطفا لایک و سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتین برای دوستانتون هم بفرستید که اونها به آرامش برسن. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.